این هفته خبر تو خبر داره براتون از ولوله تحریم ها تو نظام ولایت که بالا تا پایین نظام رو به لغوه انداخته و هر کس دنبال یه راه حلیه. در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد و در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش رو برخواهد داشت. اون طرف اگه کنگره است، این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست. بله، همونطور که ملاحظه کردید شیخ فری با یه فرار ناشیانه توپ رو پاس داد به مجلس. حالا ببینیم رأس مجلسی لاریجانی ها با این پاس چه میکنه. تخلف کرده آمریکا، اما اینکه تأثیر خیلی شایان ذکری در کشور بذاره به نظر من نمیذاره، ظرفیت اینو نداره. اما اینکه ما باید مقابله بکنیم هم این حتما هست. اینجاست که لاریجانی توپ پاسخگویی رو میشوته تو اوت تا نشون بده که نظام چه گاوگیجه گرفته و زیر بار این ضربه تمام پیچ و مهرهاش داره باز میشه. یعنی اینجوری. از همه گیج‌تر این اولاغچیه که اصلا نمیدونه باید کجا بره و این درد رو به کی بگه. به کجا مراجعه کنیم؟ به شورای امنیت مراجعه بکنیم. شورای امنیت که خودشونه. بریم مثلا به دادگاه لاهه مراجعه بکنیم. دادگاه لاهه مثلا 1 سال و نیم 2 سال طول میکشه فقط تشخیص صلاحیت بده برای خودش که آیا صلاحیت داره به این دعوا رسیدگی بکنه یا نکنه. هیچ جایی نیست. این بحثات زمان مذاکرات صورت گرفت. هیچ جایی نیست که مراجعه بکنیم. پس به کجا باید مراجعه بکنیم؟ به خودمون. اما حرف آخر رو از زبون مم جواد ظریف بشنوید که میگه آقا جون هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، باید دو دستی همین برجام رو بچسبیم. اگر آمریکا تصمیم بگیره از برجام خارج بشه یا اقدامات مشابهی رو از اون جنس انجام بده که به معنی نقض اساسی برجام خواهد بود، در اون زمان انتخاب‌های مشابهی برای ما هست. بابا کلاه سرمون رفت، اونم چه کلاهی. آقای گری سیمور اینو گفته بود که whether you have been ignorant or have been deceived، یا شما حواستون پرت بوده تو مذاکرات یا سرتون کلاه گذاشتن فریب خوردید. خلاصه این که قرار بود برجام راه نفس عظما رو باز کنه، اما خودش تبدیل به یه تله شد. از اون طرف دلواپسا موندن و یه مش بسیجی هراسون که باید با عربده های این پاسدارا حالشون رو جا بیارن. همین درس برای ما کافی است که ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، همه چیز رو دادیم رفت. بعد آمریکایی‌ها فرداش اومدن به ما چی گفتن؟ فرداش اومدن به ما گفتن که ببین جبران میکنیم. بعدن اونی که میخواست جبران کنه به آقای هاشمی گفته بودن که گفته جبران میکنه رفت و امروز ما هستیم و آنچه که میراثی که از دوره آقای ظریف جانکری رو دستمون مونده که قابل در واقع پیگیری هم نیست. وقتی دیدن قضیه جدیه و خیلی داره آبروریزی میشه، رفتن تو فاز موشک پرونی که البته اونم شلیک نشده، پرپر شد و فس. ایمان امراتی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه فضایی امام خمینی. یعنی موشک پرونی آخوندا در دوران پس از تحریم به اندازه شعبده بازی این کوچولو هم دوام نیاورد. بعدم همین جفتک پرونی بلای جونشون شد و تحریمی به سایر تحریم‌ها اضافه شد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران این بار به بهانه پیشرفت‌های علمی. وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ 6 شرکت ایرانی را تحریم کرد. اینطوری بود که آخوندا اومدن یه خودی نشون بدن اما بدتر گرفتار شدن.
اما مثل همیشه باید بریم سراغ فصل الخطاب، یعنی روزهای خود عظما که این روزا بدجوری تو سایلنته. در مورد دخالت‌های آمریکا، در مورد حضور شرارت آمیز آمریکا در کشورهای اسلامی و در منطقه ما و راه انداختن این جریان‌های تکفیری و تروریستی و اینها که شرترین همه این دستگاه‌های تروریستی هم خود رژیم آمریکاست. از همه اینها خبیث‌تر خود اوست. اظهار موضع نسبت به اینها جاش کجاست؟ حج بهترین جاست برای اینکه امت اسلامی از همه کشورها بتوانند ابراز موضع کنن، ابراز عقیده کنن. یک چنین ظرفیتی است حج. زکی کوه موش زایید بابا، دوره این ترقه بازی ها دیگه گذشته. الان دیگه نوچه های تحریمی عظما حال این حرفا رو ندارن که. هفته پیش یکی از رفقای گرمابه و گلستان آق محمود یعنی بقایی چند روزی رفت آبخنک خورد و برگشت، یه چنین قشقرقی به راه انداخت. آقای اژه‌ای میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی. من که همچین حرفی زدم. چرا دروغ میگی؟ سوئیس رو خونه خیلی بهتر بوده. دروغ میگه. آقای اژه‌ای مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت اینجا هم دروغ گفته. محسن اژه‌ای هم که معلوم بود حسابی کفری شده و رگ گوشخاریش زده بیرون، جواب بقایی رو اینطوری داد: بدیهی است که احیانا مسائلی هم از اونها گفته بشه و سر بزنه و البته توصیه همیشه کردیم و میکنیم که اگر چنانچه خلاف قانون عمل بکنند خب به ضرر خودشون هست، طبیعتا هم تحت تعقیب قرار میگیرن. اگر چنانچه مسائلی که مطرح میشه از هر جریانی، از هر فردی، اینها به هر تقدیر دستگاه قضایی اون مقداری که وظیفه مدعی العموم باشه نسبت به موضوع وارد میشه. نسبت به این خصوص هم دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت در چارچوب قانون وارد خواهند شد. خلاصه این که کله زنی تو نظام بدجوری بالا گرفته. تو کمرکش این دعوا درختم زبون باز کرد و اینجوری گفت: جسارت به ولایت بود که ما اگه اینجوری حرف بزنید تعقیب قضایی میکنیم. خیلی بیخود میکنی تو کی هستی که این کارو بکنی؟ تمام اعتبار تو به برگست. خیلی بیخود میکنی، خیلی بیجا میکنی. ببینید چه بر سر نظام زبار در رفته اومده که هر گوسفندی بهش میپره. تو این آشفته بازار برای آخوندهای مفلوک یک کار بیشتر باقی نمونده، اونم این روزخونی‌های مسخره است. شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. ما طی 10 سال آینده متوجه میشیم امام کی بود. حالا برای اینکه میزان پیشرفت نظام در صنعت هوافضا رو خوب ارزیابی کنیم، میریم سراغ یه مقایسه ساده، قضاوت با خودتون. خب البته میشه این رو به حساب اقتصاد مقاومتی گذاشت، کما اینکه تولید این هندونه ها هم گامی در راستای همین اقتصاد مقاومتیه. هندونه آرژانتینی برو.
تو روزایی که پیاز گرون شده و به یه کالای لوکس تبدیل شده، هموطنی این شیوه رو برای خوردن پیاز پیشنهاد کرده. یه خبری هم شنیدیم از یه دزدی که گفتی بد نیست تو خبر این هفته بیاریمش. دنبال سرقت مغازه چرخ خیاطی یا کارگاه خیاطی در شهرستان پل دختر، ماموران آگاهی در صحنه سرقت حاضر شدند و به بررسی کلید کشف جرم در محل حادثه پرداختند. اومدم مغازه رو باز کنم، دیدم دزد تمام اجناس مغازه به خصوص چرخ‌ها تا چرخمو برداشته برده. بعد این چرخ‌ها رو که بلند کرده این نخ مونده. ماموران با مشاهده سرنخ رها شده از در مغازه تا منزل سارق متوجه شدن سارق وقت برگشته هنگام سرقت متوجه افتادن قرقره از روی چرخ خیاطی نشده. هر دو تا نخ شدن یه ریسمان تا در خونه دزد رفته بودن. انعکاس این کوچولو از برنامه‌های تیوی ریش خودش به تنهایی گویای همه حرفه. همه شاخون همه وقتی میریم هر روز همشیم یه آخون